سلام خدمت بینندگان عزیز یوتیوب، خسته نباشید، روزتون بخیر. امشب ما اومدیم براتون مرغ درست کنیم، مرغ دودی انشالله. خب من یک بار مرغمو با آب جوشوندم که روی زهمش از بین بره. یک مقدار روغن که به تاوه میریزم و مرغمونو میذاریم سرخ بشه. خب من اینا رو بچینم. خب من مرغامو سرخ کردم، سرخ شده کامل. بعد پیاز رو بهش اضافه میکنیم، اینا رو بردارم از تو قابلمه. بعد پیاز رو بهش اضافه میکنیم تا سرخ بشه. خب داخل همون روغنای مرغمون میریزیم که مواد سرخ بشه. یک کوچولو که پیازمون سرخ شد، سی رو بهش اضافه میکنیم. من یک کوچولو سرخ شد، الان بهش سی رو اضافه کردم. یه مقدار که بوی سیر در اومد، هویج و لوبیا سبزمون، هویج و نخود فرنگیمون رو میریزیم. بعد دل بخواهی هم هست، اگه بخواید فلفل دلمه هم میتونید اضافه کنید. موادمون داره سرخ میشه، من کم کم ادویه‌ها رو بهش اضافه کنم. نمک رو این مقدار اول ریختم، زردچوبه، فلفل سیاه، دارچین هم میزنیم تا عطرش در بیاد. پودر پاپریکا هم میتونید اضافه کنید، الان منم میزنم داخلش. این هم پودر پاپریکا. یک مقدار که سرخ شد، رب بهش اضافه میکنیم. خب یه مقدار آب میریزیم داخل موادمون. بعد مرغا رو میچینیم داخلش. خب مرغا رو چیندم، یک دو تا تیکه برگ بو هم میندازیم داخلش برای عطرش. خب اینا رو با سس آغشته میکنیم که قشنگ سسمون به خورد مرغا بره. میتونید یکم که چیز شد برگردونیدش که